الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر عزیز بارك الله فيكم. ذکرهایی که بعد از نماز فرض رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انجام میدادند و موافق سنت هست این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه نماز فرض را به پایان میرسانیدند در همون جایشون نشسته اول میگفتند استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی ذو الجلال و الاکرام. و بعد از اینکه این دعا را میکردند دور میزدند، رویشون را به طرف مردم میکردند و پشتشون را به قبله میکردند. یعنی امام وقتی که نماز فرض را تمام کرد اول این دعا را میکند و بعد از این رویش را به مقتدیین به مأمومین میگرداند. تا این وقت گردانیدنش سنت نیست و مخالف سنت است. بارک الله فیکم. بعد از این که به طرف مردم میگشتند بعد از این لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر را میگفتند. البته موافق سنت در نماز فجر بعد از پایان یافتن نماز دو رکعت فرض فجر یعنی بامداد 10 بار گفتنی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد است. بعضی از علما در 5 وقت نماز هم گفتند، اما در نماز پیشین البته حدیثی که اومده است در 10 بار بودنش ضعیف است. از همین جهت موافق سنت 3 بار لا اله الا الله لا شریک له گفته میشه. در نماز عصر حدیث قوی است لیکن حدیث قوی است 3 بار گفته میشه و در نماز مغرب البته 10 بار گفته می شود و در نماز عشاء 3 بار گفته می شود. اما کسی که در نماز عصر هم 10 بار میگوید ما مبتدی و غیر مبتدی نمیگیم. بارک الله فیکم. یعنی لا اله الا الله لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر گفته می شود. و بعد از این بارک الله فیکم گفته می شود که اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پیامبر صلی الله علیه و سلم همه این دعا رو میکردند و بعد از اینکه این دعا رو میکردند بارک الله فیکم با تسبیح کردن میگذاشتند. یعنی سبحان الله الحمدلله والله اکبر. و این تسبیح 6 نمود دارد، 6 حالت دارد. یعنی یک نمود فقط سی نیست، بلکه یکم نمودش اگر گوییم که معروف است و مشهور است که 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر باشد و بعد از این لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر در صدمش باشد. این یک نمودش است. نمود دوم 11 باری گفتن است. نمود سوم بارک الله فیکم 25 باری گفتن هم آمده است. نمود چهارم 34 باری آمده است. نمود پنجم همش رو در یک باری گفتن است به مانند سبحان الله الحمدلله الله اکبر، سبحان الله الحمدلله الحمدلله الله اکبر. همچنین نمودها وجود دارد و بعضی از علما نمود یعنی 25 رو هم ذکر کردند. بارک الله فیکم. و بعد از اینکه این تسبیح رو با یکی از نمودهاش تمام میکند بعد از این لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر رو یک بار میگوید و بعد از این چی میکند؟ تلاوت میکند آیه الکرسی رو، الله لا اله الا هو الحي القیوم. بعد از این آیه الکرسی رو که تلاوت کرد سوره اخلاص و سوره بارک الله فیکم موعظتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس رو چی میکند؟ تلاوت میکند. 3 باری میخواند. اگر پگاهی روز باشد، اگر صبح باشد 3 باری، اگر بیگاه باشد 3 باری سوره اخلاص، سوره فلق، سوره ناس را 3 باری صبح 3 باری شام میخواند. اما اگر نماز ظهر باشد، عصر باشد، عشاء باشد 1 باری میخواند و با همین ذکرهای سنتی بعد از نماز به پایان رفت. و همه این دعاها را بارک الله فیکم دست جمعی نمی کند بلکه در حالت تنهایی خود انسان میکند. دست جمعی کردن دعا این بدعت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یگان بار بعد از نماز دست جمعی آمین گفته همه دست برداشته دعا، یا که یک سبحان الله امام گفت همه سبحان الله سبحان الله، بعد از این امام الحمدلله گفت همه الحمدلله الحمدلله، بعد از این امام الله اکبر گفت همه الله اکبر الله اکبر. این چیزا وجود نداشت. این همه بدعت است، همه آزاد است، همه به طرز خودش این دعاها را کمی پیش کمی عقب همه انجام میدهد. بارک الله فیکم.